امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. همونطور که بهتون قول داده بودیم توی این ویدیو قصد داریم روش حرفه‌ای تر اجرا کردن این قطعه 78 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم لیلا خانم رو با هم دیگه کار بکنیم. یه سری تکنیک‌ها رو اضافه بکنیم که قطعه از اون حالت سادگی در بیاد، زیباتر بشه و حرفه‌ای تر بتونیم اجراش بکنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی است که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که این راه رو ادامه بدم و به دیگران هم کمک بکنید که بیشتر این ویدیوها رو ببینن و استفاده بکنن. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیوی خوب داشته باشیم. خب امیدوارم که اجرای خود قطعه رو خوب کار کرده باشید و روش مسلط باشید که الان که این تکنیک ها رو اضافه میکنیم بتونید به خوبی اونها رو اضافه بکنید. خب یکی از کارهایی که میتونید بکنید برای اینکه یه مقدار حرفه‌ای تر بشه اجراتون اینه که جاهایی که کشش طولانی تری دارید رو با ریز پر بکنید. شما ریز رو تو قطعات قبلی یاد گرفتید. الان مثلا توی شروع قطعه این نوت‌هایی که به صورت سیاه نقطه دار هستن رو میتونید ریز بگیرید. به جای اینکه ساده بزنیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 این نوت‌های سیاه نقطه دار رو ریز میگیریم. حالا به غیر از اون نوتی که رو سیم زرد هست که حالت واخون داره، فقط بر پر کردن اون سکوت اومده، بقیه رو اگر که با ریز اجرا کنیم خب اجرای پرتری داریم دیگه. یعنی مثلا بزنیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 این حالا یه مدل بود. حالا کاری که میتونید بکنید برای اینکه زیباتر بشه اینه که برای بعضیاش یا برای همش اول یه تک بزنید بعد ریز بگیرید. اجرای قشنگتری میشه. مثلا بزنیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 این هم یه تکنیک دیگه. یه کار دیگه که میتونید بکنید که باز دوباره میتونه کمک کنه که قطعه پرتر بشه اینه که بعضی جاها ضربات رو به صورت دوبل بزنید. حالا این دوبله میتونه روبروی هم دیگه باشه یا اینکه دو تا نوت مختلف باشه. مثلا من بخوام بزنم این ری اولی رو به جای اینکه با به صورت این تک شروع کنم ری رو با سل دوبل میگیرم اینطوری. ببینید این جفتا هم کمک کننده است که به ملودی ما بعد میده، عمق میده بهش، هارمونی میده بهش و این باعث میشه که اجرای قشنگتری داشته باشید. پس یه بار اینو بشنوید. با دو تا تکنیک ساده اجرامون پرتر و قشنگتر شد. البته که این جفتایی که بهتون میگم، جفتایی که روبروی همن، خب اوکیه میتونیم بزنیم. مثلا ر رو به جای اینکه تک بزنیم به این شکل به صورت جفت بزنیم. این جفتا اوکیه. ولی اگه بخوایم دوبل متفاوت بزنیم اینطوری نیست که ما هر نوتی رو دلمون خواست بزنیم، چون بعضی از دوبلا بد صدا میشن و اصلا تو موسیقی میگیم فالش میشه. مثلا اگه من بزنم نمیدونم مثلا چی بزنم، مثلا ر رو با دو جفت بزنم ببینید بد صدا میشه. پس ما هر نوتی رو نمیتونیم جفت اجرا بکنیم. اینا یه سری اصول و قاعده‌ای داره که توی دوره‌های باید شما تئوری رو خوب بدونید، بعد هارمونی رو خوب بلد باشید که بدونید که چه نوتایی با هم دیگه صدای خوبی دارن و توی چه ملودی باید از چه نوت‌هایی استفاده بکنید برای اینکه هارمونی بهتری به قطعه بدید، که من اونها رو معمولا توی دوره‌های جدایی برای هنرجویان برگزار میکنم. ولی شما فعلا کاری که میتونید انجام بدید اینه که اولا ریزا رو با تک اجرا بکنید، بعد بیاید این تک‌ها رو به صورت دوبل روبروی همدیگه بزنید. مثلا به جای اینکه تک رو فقط رو سفید بزنید دوبل سفید پشت خنگ بزنید. یا اگه دوست داشتید میتونید امتحان بکنید ببینید نوت‌های دیگه چه صدایی میده. ولی خب این کاملا تجربی و حسی هست و خب باید ببینید که به گوشتون آیا خوشایند هست این نوت یا نه. همین کار بر خط دوم هم انجام میدیم. یعنی نوت‌هایی که به صورت سیاه نقطه دار هست رو به صورت ریز میزنیم تا پرتر بشه. یعنی سادهش اینه دو دو ره می دو سی لا سی دو
تکرارش میکنیم میشه که این دو خط رو اجرا بکنیم به این شکل میشه. سراغ خط سوم. خط سوم ملودیمون چیه؟ پیشنهادی که براش دارم اینه که شروعای میزان هامون رو با سرمضراب شروع کنیم. یعنی به جای اینکه ساده بزنیم فا ره فا بزنیم فا ره فا ره با شروع سرمضراب میتونه قطعه رو پرتر و قشنگتر بکنه. حالا این سرمضراب رو شما میتونید سه تاشو روی یه نوت بزنید، میتونید به این شکل بزنید که دست چپ یه نوت بالاتر باشه. مثلا به جایی که بزنیم سی لا سی لا سول سول، خب اینو میزنیم سی دو سی لا سی دو سی لا سی میشه. یا بزنیم اگر ستاش روی یه نوت باشه خیلی عمق پیدا نمیکنه، ولی اگر یه نوت بره بالاتر دست چپ ما یکم پرتر میشه، یکم زیباتر میشه. یا حتی میتونید فاصله سوم بزنید، مثلا ر رو یعنی سی رو با ر بزنیم، لا رو با دو بزنیم. وقتی میخوایم سرمضراب بزنیم سرمضراب‌های نوت‌های متفاوت. باز دوباره این هم مثل جفتاست. جفتایی که بهتون گفتم میتونید نوت‌های متفاوت بزنید که اصولی داره. هر نوتی رو نمیتونید با هر نوتی اینطوری به صورت سرمضراب یا جفت بزنیم، ولی میتونید امتحان بکنید ببینید چه صدایی ازش در میاد. ولی تو ساده ترین حالت ممکن اینه که به صورت هم صدا، یعنی هر سه تا ضربتون رو روی نوت سی بزنید. یا چیزی که معمولا خوش صدا میشه توی سرمضراب اینه که دست چپتون یه نوت بالاتر باشه. پس میشه تیکه بعد جمله آخر که نوتمون هست فا سی سی دو ره دو ره دو سی لا سول. شما میتونید برای این قسمته به خاطر اینکه میشه تاکید بیشتری روی نوتاش داشت میشه اینا رو جفت زد، مثلا جفت زرد و سفید بزنید. جایی که بزنیم فا سی سی دو بزنیم فا سی سی دو فا سی سی دو ره دو ره دو سی لا سول. پس ما کلا سه تا تکنیک رو توی این قسمت اضافه کردیم. یکی گفتیم کشش های طولانی رو جایی که بهمون اجازه میده به جای اینکه مکسش رو همینطوری بشماریم و نگه داریم با ریز پر بکنیم. یکی اجرای سرمضراب ها بود و یکی همین جفتایی که این آخر داشتیم. حالا من این دو قطعه رو از اول تا آخر با همین سه تا تکنیکی بهتون گفتم اجرا میکنم که بشنوید که چقدر میتونه متفاوت بشه. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه
ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.